احساسی وصف ناشدنی است. تنها کسی آن را درک می کند که خود آن را تجربه کند. سبحان الله، چه زیبا و خوشبوست نسیم های اشتیاق آن هنگام که با صحنه های بیت العتیق آمیخته می شود. الله می فرماید و حج و عمره را برای الله به اتمام برسانید. مستحب است که عمره گزار پیش از شروع اعمال عمره غسل نموده و طهارت کند. موهای زائد بدن مانند زیر بغل و زیر ناف را بتراشد و ناخنهای خود را کوتاه کند و بدن خود را معطر کند بی آنکه عطر به لباسهای احرامش برسد. سفید همچون نامه اعمال پاک از گناهان، زائر لباس احرام را که عبارت است از ازار و رداست می پوشد. زنان همان لباسی را می پوشند که شایسته بیت الله الحرام است، بدون اینکه زینت خود را نمایان سازند. این سفر زیبا از میقات آغاز می گردد. هر عمره گزار در مسیرش به سوی مکه از میقات مشخص شده عبور می کند. میقات های مکانی عبارتند از ذوالحلیفه یا ابیار علی برای اهل مدینه نبوی، جحفه یا رابق برای اهل شام، قرن المنازل یا سیل کبیر برای اهل نجد، یلملم یا سعدیه برای اهل یمن، ذات ارق برای اهل عراق. این میقات ها برای ساکنان مناطق ذکر شده است و همچنین برای کسانی است که از این میقات ها عبور می کنند و ساکنان آن مناطق نیستند و اهل مکه از نزدیکترین حل یعنی خارج از حدود حرم مکه احرام می بندند. سنت این است که مسافر زمینی از میقات عبور کند. پس در حالی که نیت عمره می نماید می گوید لبیک اللهم عمره و اگر احتمال می داد که شاید نتواند به حرم برسد پس می تواند شرط نموده بگوید اگر چیزی مانع رسیدن من به حرم شد پس همانجا از احرام خارج می شوم. اما کسی که از موازات میقات می گذرد مانند مسافران هوایی یا دریایی واجب است از موازات میقات برای احرام نیت کنند و جایز نیست که بدون احرام از میقات عبور کنند. هرگاه زائر نیت احرام کرد و احرام بست باید از ممنوعات احرام بپرهیزد و ممنوعات احرام عبارتند از 1. کوتاه کردن یا تراشیدن چیزی از موی سر یا بدن. 2. کوتاه کردن ناخنها. 3. استفاده از عطر بر بدن یا لباس. 4. پوشیدن لباس دوخته شده بر عضوی از اعضای بدن. این بند فقط برای آقایان ممنوع است. 5. پوشانیدن سر. این بند فقط برای آقایان ممنوع است. 6. آمیزش جنسی یا مقدمات آن. 7. شکار کردن. 8. پوشیدن دستکش و نقاب برای زنان و از باب اولا برای مردان. و 9. نکاح یا خواستگاری کردن. عمره‌گزار در حالی وارد بیت الله الحرام می شود که هیبت و محبت و شکوه را احساس می کند و چنانچه در حدیث صحیح آمده است ابتدا با پای راست وارد شده می گوید بارالها بر پیامبر درود بفرست، از شر شیطان رانده شده به الله بزرگ و به چهره بزرگوارش و سلطان ازلیش پناه میبرم. بارالها دربهای رحمتت را به سوی من بگشای. با دیدن کعبه مشرفه لبیک گفتن را متوقف می کند و به سمت رکن حجر الاسود رفته و در حالی که کعبه در سمت چپش قرار دارد از آنجا طواف را آغاز می کند و سنت است که اضطباع کند، یعنی ردایش را از زیر بغل راست گذرانیده و بر شانه چپ بیندازد.
آنگاه شانه راستش برهنه شده و هر دو طرف ردا بر شانه چپش قرار می‌گیرد. سپس طواف را از مقابل رکن حجرالاسود آغاز می‌کند و به سوی آن اشاره نموده الله اکبر می‌گوید. و اگر توانست بدون اینکه به دیگران آزار و اذیتی برساند حجرالاسود را لمس کند، سنت است حجرالاسود را لمس کرده و آن را ببوسد. و اگر نتوانست آن را با دستش لمس کند، میتواند با عصا یا مانند آن لمس نموده و آن را ببوسد. و اگر این کار هم امکان نداشت، با دست خود به سوی آن اشاره میکند، اما در این صورت دستش را نمیبوسد. برای صحت طواف شرط است که طواف کننده با وضو باشد و از حدث اصغر و حدث اکبر پاک و طاهر باشد، چون طواف مانند نماز است، با این تفاوت که در طواف سخن گفتن جایز است. طواف را از حجرالاسود آغاز می نماید و به همین صورت ادامه می دهد تا اینکه 7 شوط یا دور را تکمیل نماید و در موازات حجرالاسود نیز به پایان می رسد. و شایسته است مسلمان در این جایگاه به ذکر و دعا مشغول شده و از درگیری و جدال و شوخی پرهیز نماید، چرا که این جایگاه بزرگی است که در آن گناهان بخشیده و بندگان از آتش دوزخ آزاد شده و نیکی ها پذیرفته می شود. و سنت است آقایان در 3 شوط اول تا می توانند سریعتر قدم بردارند، در حالی که برای زنان این کار مشروع نیست. و هنگامی که نزد رکن یمانی رسید، اگر امکان داشت آن را با دست راست خود لمس می نماید، اما نمی بوسد. و اگر لمس آن امکان نداشت، آن را لمس نمی کند و از آن عبور می کند و طواف خود را ادامه می دهد و به سوی آن نه اشاره می کند و نه تکبیر می گوید. و سنت است که عمرگزار میان رکن یمانی و رکن حجرالاسود بگوید بارالله به ما در دنیا و آخرت نیکی عطا کن و ما را از عذاب دوزخ برهان. و پس از پایان شوط 7 شانه راست خود را می پوشاند و پشت مقام ابراهیم رفته و آنجا 2 رکعت نماز می خواند، البته اگر امکان داشت. اما اگر این امکان وجود نداشت، می تواند آن 2 رکعت را در هر جای دیگر حرم بخواند. در رکعت اول سوره قل یا ایها الکافرون و در رکعت دوم سوره قل هو الله احد را پس از فاتحه تلاوت می کند. و پس از پایان نماز به سوی مسعی می رود و مستحب است که در راه خود آب زمزم بنوشد. سپس بر روی کوه صفا صعود نموده می گوید از آنجا که الله آغاز نموده آغاز می کند و آنگاه این فرموده الله را تلاوت می کند. یقیناً صفا و مروه از شعائر الله است و در حالی که به سوی قبله رو کرده است، الله متعال را ستایش نموده و تکبیر گفته و خاضعانه الله را دعا نموده میگوید هیچ معبود بر حقی جز الله وجود ندارد، یکتاست و شریکی ندارد، ملک از آن اوست و سپاسها از آن اوست و او بر هر چیز تواناست. هیچ معبود بر حقی جز او وجود ندارد، یکتاست و وعده‌اش را عملی نمود و بنده‌اش را یاری داد و همه گروه‌های دشمنان را به تنهایی شکست داد. و این دعا را 3 بار تکرار نموده و میان آن هر دعای مشروعی که بخواهد زمزمه می کند. سپس از صفا پایین آمده به سوی مروه می رود. پروردگارش را یاد نموده و هر دعایی که برای او میسر است را می گوید. میان 2 علامت سبز تنها برای آقایان سنت است که با سرعت بیشتر گام برداشته و به صورت دوان حرکت کنند. هنگامی که به مروه می رسد، مانند آنچه بر صفا دعا کرده بود اینجا نیز دعا می کند، اما
آیه ان الصفا را نمی‌خواند و این گونه یک شوط یا دور از 7 شوط را انجام داده است. سپس با همین روش به صفا باز می‌گردد و هر بار که از صفا به مروه یا از مروه به صفا می رود برایش یک شوط یا دور محسوب می شود و به همین صورت ادامه می دهد تا اینکه در شوط 7 بر کوه مروه صعود می کند و سعی بین صفا و مروه بر روی کوه مروه به پایان می رسد. و برای آقایان مشروع است که تمام موی سرشان را بتراشند یا کوتاه کنند و زنان به اندازه سر انگشت از تمام موی سرشان کوتاه می کنند و این گونه از احرام خارج شده و تمام ممنوعات احرام برای عمره گذار حلال می گردد و با تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر عمره به پایان می رسد. و ثابت نشده که پیامبر صلی الله علیه و سلم پس از عمره 2 رکعت نماز خوانده باشد. ای عمره گذار، تو از جای دور آمده ای و خستگی را تحمل کرده ای، پس از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی کن و از الله بخواه که از تو بپذیرد.